سالم‌ترین که آقای شما هم در شرکت فابلی کار میکنید هم در شرکت اتمی. شما میتونید که در دل شرکت خودتون کرین و اتمی فابلی که کار کنین. یعنی که این شرکت ها رجای کاری نداره. اگر شما در اون کارخانه کار میکنید میخواین درآمد زیادی داشته باشین، پس کار برای شما. فرقیت شرکت اتمی در چیه؟ یعنی که شما هر ماه خرید نمیکنین، بالاتون نمیسوزد، اولیکوی نقص میگیرین. و شرکت اتمی محصولات های کارایی میباشه که در جهان نمره 1 بسیار ویتامین های فایده‌آور داره و اولش که خداوند خودش بعدا از ویتامین های همین شرکت بسیار نفران حامله دار شدن. یعنی که برای باردار شوی حامله دار شوی ویتامین ها دارند. کسمتیکا های نمره 1 ریسکی و باز محصولات هایی که برای ریختن موی سر شما میتونید هم خریداری کنین برای خودتون فایده، هم کار کنین، هم اولی گیرین. چی محصولات هایی که کسمتیکا، ویتامین و دیگر محصولات ها شما در کار باشد و تمام جا دستافکه دارن و همچنین برای تاجیکستان هم به پول یعنی که دستافکه هست. در بسیار شرکت های خیلی نیسته. برای همی خیلی خرکار خوش روی ما بکار نشینی چی خیلی گفتم فرقیت شرکت کلانترینه. در این شرکت شما صاحبی همه چی میشین. برای اگه که همون نگفته کنم نه شکر خدا از ما در خانه بکارم، هم کار فابلی میکنم، هم اتمی، هم گرینبی، همشه. برای ما زنها چیل هنر کم است و چی گفتنیم که برای کار کردن مرحمت به پریجان مراجعت کنین. شما در مدت خیلی هم کوتاه انشالله که هزینه های بلند میبره صاحب همه چی میشین. یا رقم های واتساپش، نام اینستاگرامش با چی سال داره، مرحمت به خودش مراجعت کنین. ما گفتن هم که همه محصولات هاشون که با توصیه دکترانه که از دکتر گذشته.
سال بر زمین غریبه یک مردی دیگر دو دیده مردمی جهان کرد و تر ای خدای جان طلب شفا بکنم با تنی سالی به پیشی خشان اومد